موج کم‌سابقه ساختمان‌ها در شهر دوشنبه که سیمای پایتخت را در چند سال اخیر به کلی و به طور زیبا تغییر داده است، اکثر ساکنان و مهمانان استقبال می‌کنند. اگر از بلندی پرواز پرندگان دوشنبه را نظاره کنید، پایتخت یک شهر کران‌ها و باربردارهای ساختمانی را می‌ماند. اما در پشت این زیبایی ساکنان خطرهایی را می‌بینند که احتمال سر زدنش را از واقعیت دور نمی‌دانند. به خصوص پس از چند حادثه سرازیر شدن کران‌های ساختمانی. خطرناک اخی اگه فلاکت میشد می آدم میترسید برود میترسید ده اما میتر نمیشد اینو فلاکت نشه. در برخی از محله‌های شهر دوشنبه در شفت منزل‌های ساکنان ساختمان‌های بلند طبقه جریان دارند و بعضاً تیر کران‌ها به بالای منزل‌ها و راه‌های سیرماشین می‌گذرد. مقامات ناظر کران‌های باربرداری ساختمانی می‌گوید این باربردارهای ساختمانی نباید برای اطراف و ساکنان خطر ایجاد کنند. طبق قاعده‌های ساخت و خطرناک انشاءات‌های باربردار و مخصوص کران‌ها باید همون تجهیزات دورزننده باید در بالای راه کار و فعالیت نکنند. از بس که امروز در حدود شهر دوشنبه اکثریت بیناها در حدود راه‌ها و نظر گرفته شده است. کران‌ها در نزدیکی راه‌های اتومبیلگرد وصل کرده می شود. پیش از بار برداشتن و بینای استقامتی باید در حدود راه‌های اتومبیلگرد لنت‌های محافظتی گذاشته شود و شخصان مسئول عاید همون به خطرانه استفاده بری همون کران واگذار کرده شود در همون منطقه. بعد از سنجش‌ها در ساختمان و خصوصاً فعالیت باربردارها چند مورد رعایت نشدن قاعده‌های بی‌خطری آشکار شده است و مسئولین ساختمان را هم برای رعایت نشدن این قاعده‌ها جریمه بندی کردند. می‌بینیم که در همون بدیه‌های باربرداری که کران همچون برای برداشتن مسائل ساختمانی استفاده می‌برد، آدم سوار کرده از یک منطقه به منطقه دیگر می‌برد و اکثریت ما می‌خواهیم که کران منوروی سری وقت از معاینه تکنیکی گذرانده نمی‌شود و در فهرست دولتی همچون انشاءات استحصال خطرناک به قید گرفته نمی‌شود. این هم در حالی است که کار کران‌ها و وضع فنی این باربردارهای ساختمانی قبل و پس از نصب کردن مورد سنجش قرار می‌گیرند. افرادی که این کران‌ها را اداره می‌کنند بر اینند که کارشون خیلی نازک است و خردترین اشتباه می‌تواند پیامد سنگین داشته باشد. پروسه مثل نگاه کنند پروسه مجدد نباشه بارد پروسه را هم اپیان با خوشم آمد این شاید بارد بسته نشکنش هم شاید ندارد می‌کنیم ایده بسته باشه ما نمی‌برداریم مثلا یا پرش باشه یا پر دیگه شوی باشه خیلی شما نمی‌برداریم همشون ندارد می‌کنیم اگه خود ما می‌کنیم. بر اساس اطلاع خدمات بی‌خطری کارها در صنعت و ساحه کوهکاری حالا در شهر دوشنبه کمی بیشتر از 100 کران در ساختمان‌ها فعال است. تقریباً 95% آن تولیدات چین بوده برای وارد و نصب آن اجازه مخصوص گرفته می‌شود. حدود 5% هم کران‌های زمان شوروی اند که تاکنون فعالند. در یک سال اخیر 2 حادثه چپشوی کران‌های ساختمانی در شهر دوشنبه ثبت شده است که علت آن هم شمال سخت و حالت‌های نادرست فنی و کهنه بودن باربردارها نام بر می‌شوند.